اومده بودم عینعلی زینعلی فاتحی برای عزیزم بفرستم. یه جوونه رو دیدم الان رفتش، دیدم داره زار زار گریه میکنه، خیلی حالش خراب بود. گفتم الان عزیزت از دست دادی؟ گفت نه چند ساله ولی تازه فهمیدم کی رو از دست دادم. بیا برای تعریف بکنم چیزی. خب از وقتی یادمه رابطم با بابام خوب نبود، همیشه جنگ و دعوا داشتیم. خیلی بهم گیر میداد، بیشترم سر همین مشروب خوریم، چون آدم مذهبی بود خوشش نمیومد. تا ساعت 4-5 صبح رفیق بازی میکردم، 5 صبح مست میومدم خونه. گفت بابام تو همون رخت خواب بدونی که بیاد بیرون داد میزد فلان فلان شده لاوالی، آخه این وقت اومدن خونه است. ولی مامانم بلند میشد چند تا شیرینی دانمارکی و چند پر کالباس و نون برام میذاشت. از همون زمان میگفت تو دلم مونده بود که دم ننم گم، با اینکه مستم حواسش به کره‌خوری بچهش هستش، حواسش هست من ضعف نکنم، ولی از دست بابام ناراحت بودم. تا اینکه امروز رفته بودم باهاش شیرینی بخرم، یه دسته شیرینی ها رو مامانم دید گفت خدا بیامرزه بابات، همیشه میخواست بیاد خونه شیرینی دانمارکی و کالباس میگرفت با اینکه خودش نمیخورد. زنگ میزد میگفت ببین یخچال شیرینی دانمارکی و کالباس هستش. میگفت 5 صبح که مسپی اومدی خونه تا بیدار میشد به تو فوش میداد، از اون و یه دونه میزد به من که برو برای بچه چیزی بذار ضعف نکنه. گفت این حرف ننم جیگرمو سوزون، تا 1 ساعت گریم بند نمیومد. هی میگفت چی شده، فقط یه چیز ننم گفتم کاش همینو برام 10 سال پیش تعریف میکردی که هم زودتر عوض میشدم، هم یه از پدرم یه آدم اشتباهی عوضی نمیساختم. خواستم بگم که پدرها اکثرشون همینقدر ناشناختن. محبت مادرها رو یا دیدی یا شنیدی یا خیلی هاشو خودشون برامون تعریف میکنن چون چیزی تو دلشون نمیمونه، ولی پدرها غرورشون اجازه نمیده حتی محبتاشون رو برامون بیارن. پدرها تنها موجوداتی هستن که قلبشون بیرون سینهشون داره کار میکنه و به حرفشون هم گوش نمیده. بچه هاشون تا هستن قدرشون رو بدون. تا هستن.